سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، الله نگهبانتان باشه. بسیار سوال میشه که چرا مثلا که پیش فلان مرو رفتیم خانمو ساز نشدیم دیگه و دیگه بخشش آوازش اگر بیاید، یعنی ای سبب به همتی اکثریت مون که همت که نداریم، هم ملاها هم کوشش نمیکنن. هم مردمی که اهل رقیه خانی هن پیش او ملاها گفتن نه، کسی که کامنتر بنویسه کامنتر کدم بسیار لایک بگیره بگه در ویدیوی شورتس میپرتامش. این ویدیو پول نه، شورتس در میپرتامش. کسی که کامنتر بسیار لایک بگیره یا دوخی حیاتی اوریجینال نه، ای دوبای خدمت زکاس که آوردگیم خدمت رفته خریدگی آوردگیم خلاص گپ توفاش میکنم. کامنتر کسی که یعنی بسیار لایک بگیره. اگر مردک باشه مردانش میتم، اگر زن باشه بگیم زنانه. خب زنکش هم هست، مردانش هم هست، اونیورسالش هم هست، همه نمودش هست. خلاصی گپ خیلی مطلب این است و چرا مقصد خواستم قید کنم که اگه خواست به خاطر الله، یعنی الحمدلله محتاج یگون چیزش هم نیستیم، یگون کس هم نیستیم، خواست به خاطر الله کمک میکنیم. همین روز یک چیزش بگیم درکم کرد، قهرم کرد که بگیم یک برادر همینجا اومد گریه نمیکنه، خلاص که اویلای مرا عدل نبخون تا اینکه سوز شوه. عدل نخونده میشه در گروپ در باین هم زنه ها خونده میشه، بگیم زنش گنگ بود گب نمیزد چند روز که گنگ شده دیگه در چیل بود. امر برای هم ویدیو میکنم آدم ببینه، یعنی پیش اونی که کارشون تو بود چیدن شه اگه کفرم نغلطه در پیش پاد میغلطه که التماس کارم بود که زمانی که کارش بچید دیگه نمیبیند. حد اقل نامد بگه که اکای دوداری رحمت کلان خیلی کارم بچید پنات بخ دو. حد اقل هم قرار نگفت، بگیم درکم کرد، قهرم کرد که یعنی همو زمان ملای تاجیکستان هم میفهمم که کوشش نمیکنن، حرکت نمیکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که جین هوای میبرویه فرزندهای همون ملا را غم میته، بگیم اهل بیت همون ملا را غم میته، از همون خاطر کوشش تلاش نمیکنن. من میفهمم شو بعضیاش پل میمونن، ماشاءالله حق دارین. چی با مثلا مثال بگیریم که در لوبای سفره کار حیات زندگی پل میمونن، دهنتون هوی نمیگیرین، کارش میگن میتین. حتی حافظ باشه پلش میورورن میتین، رقاصه باشه پلش میورورن میتین. لوبای کار دکتر بایلینسه ملیسه لوبای سفره کار حیات زندگی ده میورورن میتین، میگن کارشه. اما مولای بیچاره کوشش میکنه، حرکت میکنه، جین شما را میوره. بسیاریات هم هست که حیات زندگی رو вже فراموش کردگین از سبب همین جین داریتون، یعنی وقتی کوشش میکنه جینتون رو میوره با اسم میگردین از قفاش گپ میکنین. اگر گفتی که بعضی وقت میشه والله یک کس خوندم 1000 روبلم داد جین بود، بگیم پول نی ای آدمگری برو اومدم رنگ تخته بود. با خواستی الله نه رحم میگشت، نه میخور، نه گپ میزد، نه چشمشوی میکرد. با خواستی الله کوشش کردیم، حرکت کردیم، مدتی 5-6 ساعت بود. الحمدلله بگیم با دست با پا اومد راه گشت. بگیم 1000 روبل داد، اما 1000 روبل گفتم ابرام در جیبک شدم ورد. بگیم اما استالی که بگیم جای دارو هم چیز بود گرفت همونجا مون تا ایرپورت با بردمشون تا اما ایرپورت کو خدا دروغم نکنه زیاده ای 10 نفر زیاد زنگ که ما قاری صلاح 1000 روبل دادم با ازبکی گفت، یعنی ازبکی را میفهمم. بعد نشی گفتم کجا بخوام گفتم که اما 1000 روبل نرفتم که بتمش پلا در خونه مونده بود، بگیم که در کرده بود. مهم این است، مهم اینه که هر کسی را که قدردانی که کردین قدرتون میدونه. اگر که به اهمیتی کردین، چی ملا باشه، چی خوری باشه، چی اشوان باشه، چی دملا باشه، قدرتون نمیدونن. الله نگهبانتون باشه. با مو خاطر همتتون نشون بدین. همون انسان کوشش میکنه در لوبای سفره، نه در سفره جین خونی بلکه در لوبای سفره حیات زندگی. اگر کم کم همتتون نشون بدین ان شاء الله که اونها هم کوشش میکنن. خب نگفتن همونه که برای انسانانی که خراب هستن، لاغر هستن، میخوان فربه شون، این است میوان اوریجینال نی داروی خوب برای ویس گرفتن خدم امیو استفاده بردگی هستم. مینوکسیدیل برای انسانانی که ریش ندارن میخوان ریش پیدا کنن، برای انسانانی که پراستاتی دارن، خنکی، ای جهتی که بگیم اوی مردینگی را قبیده نمیتونن، ای جهتی که هم خوابگی تنقیصی دارن، میتونن که انشالله که مراجعت کنین. همچنین برای زرینی انسانانی که بیناییش کمه، برای انسانانی که ای جهت هم خوابگی با همراه همسراشون تنقیصی میکشه، یعنی وقتشون کوتاه، مثلا هم خوابگی 10 دقیقه میکشونه، همون برای زیاد کردن میتونن که اپیدیوم نیپسته چند نمودش هسته
ای 500 روبلش سر کردی تا 2000 روبلش هست، 2500 روبلش هست. فقط با رقم ها روی اکران میتونید که مراجعت کنین. ان شاء الله که برادران در خدمت هستن برای کرم جگر، تلخه، برای بگیم ایمونیتت، برای کسل هین، چهار تامین، روغن سیادانه، هر آن چیزی که میخواین برای خراب شدن میتونید که ان شاء الله با رقم ها روی اکران مراجعت کنین. برادران در خدمت هستن. این طرف نشون میدیم و همچنین اینجا دوخی ها هستن. یکی از بهترین دوخی هایی که در کارخانه ما هستن این حیاتیش سرکردگی با بگیم تو معده و کلانش هم نمودش است، حتی تو این خیلیش هم هسته معده اک. لیک بهترش اینه شیکو هستن، دوخی های پدرش نیستن. برای کسی اگر بخواین توفه کنین ارزون تر و اگر با کم که قیمت تر بخواین اینه شیخ شیوخ. و اگر ایده قیمت تر بخواین با این خیلی شهره. با اگر ایده بهترش بخواین اینه فخر اللطافه. با اگر ایده بهترش بخواین اینه ایده بهتر سرش میری کل منی. اینه ماشینکای بهترین، اینه پرزرچ نی به نهایت ماشینکای خوبن. یعنی کامنتر خوب بنویسین، کامنتر خوب گرفت ان شاء الله هم چیزا توفه میکنم. خلاص که ماشینکای مایدک برای سفری سفر کنی اونجا اینه ها باز پورش هم نشون میدم. اینه ماشینکای بگم خوب بخشش که غلطی اینه ماشینکای رو عمل کنیم. برای کوجی پاکته اینه ها اینه ماشینکو این برای انسانانی که سفر میکنن اونجا در راه بگیم چنک اینه باتری اکومولاتور دارن. اینه مایدک میجقش اینه بگیم محکم میکنه که در راه که گیرون شو اگر اون چیزی نبره. خلاص که ببین تایپ سی ضرورت میگیره. گاه وقتم توی هفته استفادهش میگیرمش میبرمش تیم سفر میکنم. خلاص دیگه اینه یا نمودش برای نرخوش زنگ بزنید ان شاء الله. نرخوش چنده نوجی؟ یکی 2000 یکی مزار هست، 2000 روبل هست، 1000 سومش هم هست، چند نباشه هست. خلاص دیگه اینه ها پورش اوریجینال، اینه پورش، اینه پورش اوهانیه. اینجا بگیم چه نشون میده ضرورت چه رقم دیگه. اینجا هم تایپ سی میخره و هم سویت اقتی بگیم کاتش خوبه 2.9 اینه ذره چه نشون 99 فویت ذره داره. اینه خلاص دیگه مراجعت کنین خبوجی با چند نباشه است. خلاص دیگه ما تو اپاراتوی مساج کنه کارم است. ویدیو با فیلم که درست‌تر شید. اینه با همون رنگ همون پورش وره بگیم خشرو پرزرچنی و تا دیگه تا پرزرچنی واجب بود وشم بیو مایدک با اینه ها پرزرچنی رنگ همون پورش وره اینجا حلول دلش نشون میده چیه بگیم اینه ها بسم الله. این برای سرپاس کنی به نهایت خوبه. این کلاک داره اینجا بگیم خفه کی نوای. اینجا پرامو چی قدی ضرورت میگیره ده ضرورت میگیره با امیدش ضرورت میگیره با میکنیش بگیم تایپ نیست ادل چی داره. بعدی که اگر که بگیم جور تراشلی بو بعد وای اینی خیل میکنی بو با ایش بگیم اینی چند نو داره. اینجا این هدی این خیلی چند نمو داره. بگیم با اینجا رمچخی بگیم این هوی میشه ببین اینش هم کار میکنه. تکشتا مراجعت کنین برادران در خدمت هستن که حاجی جون خبشه شب که ممکن پس شب شایی دارو چند نوعی دارو هستن. قرآن برای خراب شدن بگیم برای پریز زدن همه چیزی که بخوایی هسته. فقط رقم ها در روی اکران مراجعت کنین برادران در خدمت هستن. با واسطه پشتار هم روی میکنیم، با واسطه متروها هم به شهرهای در شهر مسکو روان میکنیم و همچون پیترم هسته یک تیری مرگ هم هست در اپیسانی رقم ها را میمونم و همچون در کامنتر. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.